فعالیت نمایندگی کمیته بخطری عضوخواری نزد حکومت جمهوری ترکستان در شهر حصار و ناحیه شهر نو. تامین بخطری محصولات غذایی از وسیله‌های اولین درجه تاثیرگذار در صحت مردم محسوب می‌شود. حالت و اصول کاربری متخصصان مرکز تامینات بخطری عضوخواری در این منطقه کشور. نظارت، حالت نگهداری، تشخیص سریع پیشگیری از به فروش برآوردن محصولات پس‌صفت در بازار و مرکزهای سودا چطور؟ در جاهایی که افلاس، غاج، نورهای آفتاب تاثیر منفی خود را می‌رساند، برطرف کردن ضرورت دارد. این و دیگر سمت‌های فعالیت مرکز تامینات بخطری عضوخواری شهر حصار و ناحیه شهر نو در برنامه نوبتی بازبینی شام شنبه از جهان نما.